السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. سلام عرض ادب خدمت همه شما بینندگان عزیز. ان شاء الله تعالی امروز درباره اسراف ما صحبت خواهیم کرد. الله سبحانه و تعالی در آیه 31 سوره مبارکه اعراف میفرماید و کلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفین. شما میگه بخورید و بنوشید ولی اسراف نکنید، زیرا الله سبحانه و تعالی اسراف کنندگان را دوست ندارد. بینندگان عزیز متوجه باشیم و این نکته را خاصتا متوجه باشیم که اسراف در ما حرام است. کوشش بکنیم که از حد اندازه ما جدا خودداری بکنیم و اسراف نکنیم. اسراف در ما بسیار یک عمل ناپسندی است. اگر ما به مقدار آب کم کار داشته باشیم، عزیزای متوجه به این نکته نیستند، از حد اندازش از ما اسراف میکنند.